هنوز بر آبیم و کشتی سوسو زنان به سوی لحظه دیدار پیش می رود، به وعدگاه خورشید و زمین و ماه. من در 2 قسمت درباره خورشید گرفتگی براتون توضیح میدم تا مفاهیم رو با هم مرور کنیم. قسمت اول توضیحات عمومیه و در قسمت دوم به طور تخصصی درباره کسوف در قطب جنوب صحبت خواهیم کرد. در طول تاریخ گرفتگی های خورشید و ماه اغلب موجب ترس و وحشت مردم می شده. چینی ها معتقد بودند هنگام خورشید گرفتگی اژدهای خورشید رو می بله. در بسیاری از فرهنگ‌ها هم از نظر مردم خورشید گرفتگی بلای آسمونی بوده. هرچند در ادیان الهی به ویژه اسلام رویکرد متفاوت بوده و این پدیده رو کاملا طبیعی می‌دونستند و نشانی از پروردگار. حتی مسلمان‌ها آداب خاص عبادی برای خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دارند. شرط اصلی برای خورشید گرفتگی کلی اونه که خورشید، ماه و زمین روی یک خط قرار بگیرند، به طوری که سایه ماه روی بخشی از زمین بیفته. ما تاریخ 5000 سال خورشید گرفتگی رو در قالب یک اطلس جمع‌آوری کردیم. این کار به محاسبات دقیق نیاز داره. تماس اول، این لحظه‌ایه که خورشید گرفتگی آغاز میشه. تماس دوم، در واقع در این تماسی که حلقه الماس تشکیل میشه و نور خورشید از اطراف قرص ماه معلومه. تماس سوم، در این لحظه ماه شروع به کنار رفتن از جلوی خورشید میکنه و این هم تماس چهارمه. در این تماس ماه آخرین پوشش رو روی خورشید داره و در واقع خورشید گرفتگی داره تموم میشه. خب مثل این که تو پخش تصاویر مشکلی به وجود اومد. درست شد. موضوع رو ادامه میدیم. مردم در سراسر دنیا امروز خورشید گرفتگی رو دنبال میکنن. خورشید در وقت کسوف با فیلترهای مخصوص باید دیده بشه. حلقه الماس یکی از پرطرفدارترین لحظه ها موقع خورشید گرفتگیه، هم برای آماتورها و هم برای حرفه‌ای‌ها، به ویژه برای عکاسی. البته دیدن لکه‌های خورشیدی، دانه‌های بیلی، تاج‌های خورشیدی و علم‌های خورشیدی هم بسیار جالبه. این هم نوار سایه ماه روی زمین که بستگی به زاویه قرارگیری خورشید و ماه و زمین داره. همونطور که ببینید پهنای سایه ماه روی زمین ممکنه چند صد کیلومتر باشه. این هم تصاویر حرکت سایه ماه روی زمین که با سرعت‌های مختلف انجام میشه.
Unfortunately, with the clouds they attract, the least good viewing spots are mountains. رصد کسوف تو آسمون هم لذت خودشو داره. ابری هم مزاحم دیدن نمیشه. هر خورشید گرفتگی برای خودش بی همتا و منحصر به فرده. ولی در هر حال شما باید مواظب چشماتون باشید. موقع خورشید گرفتگی کلی بررسی‌هایی رو میشه انجام داد که در مواقع دیگه عملاً غیر ممکنه. وقتی ماه قرص خورشید رو میپوشونه، بیرونی ترین لایه‌های جو خورشید رو میشه دید. مسیر کشتی ما برای عزیمت به ناحیه رصد کردن خورشید گرفتگی مسیری مرسوم نبود. اغلب کشتی‌های قطب‌پیما از آمریکای لاتین یا استرالیا به سمت جنوبگان لحظه‌بار می‌شوند. بنابراین ما راه ویژه‌ای را پیمودیم که بکر و نامتداول بود و با توجه به نیت نهایی تمام مسافران که تماشای کسوف بود مسیریابی شد و کوه‌های یخ، این جزایر پراکنده و بیخاک، سرگردان در پی سرنوشت خویش، از این ترع به آن خلیج، از این آبراه به دریاچه همجوار و از کرانه دریا به قلب آبی اقیانوس. قسمت دوم توضیحات رو شروع می‌کنیم. کسوف کلی در قطب جنوب. روز یکشنبه 23 نوامبر 2003 خورشید گرفتگی اتفاق میفته. این تصاویر مدل شبیه سازی شده خورشید گرفتگی کلی در سال 2003 است. نکته ای رو از یاد نبریم. یکی از اتفاقات جالب اینه که ماه و خورشید از زمین به یک اندازه دیده میشن. قطر ماه در حدود 3500 کیلومتر، در صورتی که قطر خورشید حدوداً 1,400,000 کیلومتره. هم اندازه دیده شدن ماه و خورشید به این دلیلی که اگرچه خورشید 400 بار بزرگتر از ماهه، اما فاصلش تا زمین 400 بار بیشتر از فاصله ماه تا زمینه. نتیجه اینه که موقع خورشید گرفتگی به چشم ماه کاملا روی خورشید رو میپوشونه. با توجه به ابری بودن هوا 36% امکان رؤیت مناسب خورشید گرفتگی وجود داره. این نقشه مناطقی در قطب جنوبه که خورشید گرفتگی کلی در اونها قابل رؤیته. مهمترین پایگاه تحقیقاتی که در این مسیره ایستگاه میرنیه. اینها هم ایستگاه‌های دیگه‌ای هستن که در منطقه وجود دارن، مثل مایتری. ایستگاه میرنی که میخوایم نزدیک اون بریم در ساحل دریای دیویس و پایین فلات یخی شکلتون قرار داره. ولی ما به علت نامناسب بودن هوا بیشتر به سمت شرق حرکت میکنیم. در این تصویر مقطعی از سایه ماه رو میبینیم که از روی زمین رد میشه. شکل ظاهری ماه در طول این خورشید گرفتگی بسیار هموار خواهد بود. این هم نمودار میانگین پوشش ابر در ایستگاه میرنیه. و میرسیم به فلات یخی شکلتون و عکس ماهواری. و البته این هم وضع توده‌های یخی در این مناطقی که همونطور که می‌بینید این توده‌ها از نظر شکل متفاوتن و با توجه به دما و سایر عوامل با هم فرق دارن. ما از این شکاف به سمت محل رصد میریم. برخورد اول هنگامیه که خورشید گرفتگی جزئی آغاز میشه. برخورد دوم لحظه‌ایه که خورشید گرفتگی کلی شروع میشه. برخورد سوم زمانیه که خورشید گرفتگی کلی پایان میپذیره و برخورد چهارم وقتیه که خورشید گرفتگی جزئی تموم میشه. این هم نمودار حرکت ماهه که به سمت جنوب غربی در حرکته. Going back to second contact, I've drawn in what the sun looks like
5 seconds after third contact ends, just to see that indeed this deep valley means that third contact is also going. اگر شما از خط مرکزی گرفت 100 کیلومتر فاصله داشته باشید، کل مدت زمان گرفت 1 دقیقه و 45 ثانیه است. اگر 160 کیلومتر فاصله داشته باشید 1 دقیقه و 30 ثانیه و اگر 220 کیلومتر فاصله داشته باشید کل مدت زمان گرفت قابل مشاهده 1 دقیقه خواهد بود. You'd still manage to get 1 minute and 30 seconds. Everybody thinks the center line is the maximum spot to be, but not if you are really meticulous and pay attention and really factor in the mountains and valleys. But again, the same arguments hold. As long as we're within 100 kilometers. هنگام گرفت خورشید، سیاره‌های زهره، عطارد و مشتری بالای افق دیده خواهند شد. این تصاویر هم نقشه ستاره‌ها را موقع گرفت نشون میده. Venus, Mercury, and Jupiter's up here. And in terms of the stars that are in the sky at this point, we've got the Southern Cross is going to be almost overhead with Alpha and Beta Centauri. همونطور که می‌بینید در هر لحظه و هر نقطه در مسیر خورشید گرفتگی همه اطلاعات مربوط به ماه و خورشید محاسبه شدند. این هم جدول مدت زمان مربوط به انواع گرفت‌ها و زمان رخ دادن اونا. Here is basically your event timeline. I've got information here. The partial eclipse begins. Here is the shift time, local time, altitude of the sun with regards to our exact position. Right, we're showing latitude 65, but we're going back north again. We're going back up north again. Oh. Yeah, it's this lady right here. کشتی نمی آساید و نه درنگ می کند تا بی توقف و تأخیر نزدیک و نزدیکتر شویم، حتی به اندازه یک گام به آن لحظه های طلایی. راهی شده ایم برای تماشای رویدادی بر فراز آسمان و شاید یافتن چیزی گم شده در درون خیش. ما 6 ساعت پیش از آغاز گرفت جزئی به منطقه رسیدیم. مجال مناسبی بود برای یافتن بهترین مکان نصب تجهیزات و بررسی پدیده‌های پیرامون. این سپیدی بی‌مرز در نقطه صفر زمین قلمرو قطب است. سرزمینی که مثل هیچ جای جهان نیست، هرچند هر گوشه و کنار آن میتواند یادآور جایی و چیزی باشد. همه در تکاپو بودند. حتی میشد صدای نبض زمین را شنید که تند و تندتر می‌تپید. امپراتورها و پنگوئن‌های آدلی در منطقه‌ای که برای رصد کسوف برگزیده بودیم تنهایمان نگذاشتند. آنها از پهنه برف و یخ دوان دوان و گاه خرامان خرامان خود را به وعدهگاه می‌رساندند.
خورشید گرفتگی همواره تماشاگران بسیاری داشته است. دوستداران طبیعت برای تماشای خورشید گرفتگی کامل دشواری سفر را به جان می‌خرند. با این همه تنها گروه اندکی ابزار و دانش لازم را برای رؤیت علمی آن در اختیار دارند. طی دهه‌ها آشنایی و حضور بشر در جنوبگان، بارها خورشید گرفتگی در این سرزمین رخ داده است، اما هیچگاه گروه‌های اکتشافی در مسیر کسوف نبودند. به همین دلیل ما اولین افرادی بودیم که این پدیده بی‌نظیر را از این زاویه رصد می‌کردیم. زمان می شتابد و زمین در انتظار است. آب و آتش و آدم، کوه و پرنده و دشت، برف و رودخانه و باد. این خورشید گرفتگی غیر از جنوبگان در هیچ جای دیگری از زمین قابل رؤیت نبود. مسیر کسوف حدود 500 کیلومتر پهنا داشت، زیرا در قطب رخ میداد و پهنای مسیر آن حدود 200 کیلومتر از شرایط معمول عریض‌تر بود. رؤیای سالیان، ماه‌ها برنامه ریزی و روزها و ساعتها سفر دشوار در آستانه تحقق یافتن بود. این همه راه آمده بودیم برای دیدن همین چند ثانیه کوتاه. لحظه هایی که شکوه آن در آینه ذهن‌ها تکثیر شد و تداوم یافت. خورشید آهسته میرسد به نقطه میعاد و نبض ما هم با شمارش معکوس لحظه فرارسیدن ماه در مقابل خورشید تندتر می‌تپید. تماس اول، لحظه سرانجام فرا میرسد. آغاز پنهان ماندن خورشید به قدر تلنگری کوتاه و سیر تدریجی زمین به سمت سیاه مطلق. نوازش باد بر بیرق زرنگ در این گذر لحظه گرمای دلی ایجاد کرد که سرمای زیر پایمان را حس نکنیم. خورشید گرفت و تاریکی جهان را تسخیر کرد. هرچند می‌دانستیم آفتاب همچنان می‌تابد،
این ما بودیم که از آن بی بهره ماندیم. تاریکی تشنگی بزرگ است، ژرف‌تر و دشوارتر از تشنگی آب، و انسان همیشه تشنه نور. مگر که چیست جهان غیر از نور؟ و مگر به کدام سو سیر می کند زمین جز در مدار آفتاب؟ و چون نیک بنگریم خورشید خود در مدار دیگری است. کهکشانی از خورشیدها بر محور آن یگانه هستی. بی نور چگونه می شود دید؟ چگونه می توان زیست؟ چرا که نور جلوه اوست، نشانی که او خود را چنین وصف می کند: تماس دوم. ماه کوچک خورشید بزرگ را پنهان می کند و زمین چشم به راه می ماند تا سایه بگذرد و آفتاب عالمتاب بر جهان سایه بگسترد. گرفت کلی 72 ثانیه و 8 ثانیه طول کشید. باد با سرعت 30 کیلومتر در ساعت می‌وزید. سرعت گذر سایه از محل رصد حدود 2500 کیلومتر در ساعت بود. ارتفاع خورشید هنگام گرفت کلی 13 درجه بود و مدت ظهور تاج خورشیدی با توجه به حضور ابرها حدود 20 ثانیه به طول انجامید. حداقل دمای هوا منفی 18 درجه سانتیگراد بود. هرچند بر مبنای بررسی‌های گروه اعزامی از دانشگاه ژنو خورشید گرفتگی باعث افت محسوس دما نشد و این به دلیل تغییراتی بود که دمای حاصل از ابرها در پی داشت. ابرهایی که در هنگام گرفت کلی حدود 75% آسمان را پوشاندند. این خورشید گرفتگی در مقایسه با گرفت‌های سال 1374، 1378 و 1381 تاریک‌ترین محیط را پدید آورد. تماس سوم. دوباره نور آمد و چشم جهان دوباره روشن شد و خورشید همچنان در مدار خویش میرفت و میرود، بیدرنگ بی‌شتاب. ای خداوند مشرق و مغرب، پروردگار جنوب، شمال، روشنایی و خاموشی خورشید هر دو نشانه بیکرانگی توست. آیه‌ای که باید در برابر آن سجود کرد و هم نوا با هستی ستایشگر تو به نماز و نیایش ایستاد. در این لحظه‌های پرشکوه پرچم پر افتخار میهن ما اینجا در قلب قطب جنوب استوار است و در اهتزاز. ای بیناترین و ای شنواترین، دانایی و تواناییت ستودنی است و مهربانیت شایسته پرستش بیشمار. تماس چهارم. روزها در پی سایه آمدیم و امروز تا چشم برهم زدیم سایه به ثانیه گذشت. هرچند سایه بزرگتر همیشه بر سرمان بود، سایه ابدی و ماندگار. ای نور نهان، ضرباهنگ پدیدار در رگ هر برگ، در نبض هر ذره و جان هر جاندار. ای رام تو سرعت سیارات
و سکون ستارگان، ای مقصد هر شهاب و مقصود هر مدار. خورشید بزرگ منظومه ما در نظم کهکشان‌های بیشمار چشمه کوچکی است، آینه‌دار آن روشنایی خاموشی ناپذیر، آن سرچشمه نور و نیروی هستی. آبگینه‌های یخ و بلورهای برف، اینجا برف و یخ همه چیز است و هیچ چیز. دریا آکنده از یخ و برفاب است، کوه برف و دشت، برف و باقی دنیا برف. گستره از یخ و برف در دریای دیویس، لمیزرع و برهود، و در آن سکوت سرد برف شنیدنی است. با این همه در هر گام و هر نفس در سکون ساکنان این سرزمین هیاهوی حیات را به روشنی میتوان شنید. اینجا غیر از زندگی که ادامه دارد هیچ چیز مهم دیگری نیست، مگر چیزی مهمتر از زندگی میتوان یافت. توده‌های عظیم یخ با آن حضور قاطع و بی تخفیف دل دریا دیده ترین ملاحان را نیز به تپش وامی دارد. دیده فرو پوشیدن به کوه یخ یعنی بر بقای خود چشم بستن. کوه یخ پاره جدا شده ای از پیکر تنومند یک یخچال یا کناره یک منطقه یخی است. بخش شناور و منجمد به دلیل تشکیل شدن از آب خالص چگالی کمتری از آب دریا دارد. بنابراین حدود 1/9 آن بر سطح آب دیده می شود و مابقی در آب چهره پنهان می کند. دشوار است که بتوان از روی ظاهر بخش آشکار به شمایل پاره پنهان کوه یخ پی برد. پیشروی ما در آب با تمام قدرت موتور کشتی چیزی شبیه سکون بود بر این آب‌های عمیق. بول قطب نورد ما زورق ناچیزی است که با سرنوشت سرگردان امواجی که گاه ارتفاعشان به 8 متر میرسد دست و پنجه نرم میکنند. از بزنگاه سفر گذشتیم، با آخرین بازمانده‌های یخ ودا گفتیم و در سراشیبی بازگشت راهی سرزمین‌های دیگر شدیم. سفر ما هنوز به پایان نرسید.